حالا برای اینکه من بخوام بدونم چقدر ضرر دادم که مثل اینکه آی سی پی هم میخواد رشد بکنه. این الگوی پوزیشن گالفینگ هم که شکل گرفته و اگه بتونه این مقاومت رو بشکنه فکر میکنم رشد خوبی میتونه داشته باشه و فکر میکنم حداقل تا $10 رشد داشته باشه. خب بگذاریم. داشتم میگفتم برای اینکه ببینیم ما چقدر ضرر دادیم سر این آی سی پی باید قیمت فعلیشو وارد کنیم اینجا. 7,66 و 4 مینویسم. بله بله اینقدر درصد، یعنی نه اینقدر دلار ضرر دادم، اینم درصد ضررم 87%. خلاصه که بعد من خودم شکست خوردم دیگه.